یغفر لكل عبد لا یشرک بالله شیئا، هر بنده ای که به خدا شرک نکنه، یعنی مشرک نباشه، هر بنده بخشیده می شود مگر یکی، الله اکبر، الا رجلا کانت بینه و بین اخیه شحنا، مگر یک انسانی که با برادر مسلمانش قهر باشه، کینه داشته باشه، عداوت داشته باشه، ناراحت باشه از دستش. فیقول، وقتی فرشته ها میان پرونده ای رو بالا ببرن، وقتی فرشته ها میان نمازاشو بالا ببرن، میان روزشو، تراویحشو، تهجدهای شبانهشو همه را ببرن بالا، میگه انظروا هذین، نه 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 نه، پرونده اینا رو نگه دارید، باطلم نکنید، انظروا، مهلت بدید این دو نفر رو حتی یصطلحا. 3 بار پیامبر خدا فرمودن انظروا هذین حتی یصطلحا، من پرونده اینا رو نمیخوام ببینم. الله میفرماید نمازای تراویحشو نمیخوام ببینم، نه نیارید، تلاوتشو نه، ذکرشو، صدقه کرده، افطاری داده، نه، انظروا هذین حتی یصطلحا، پروندهشو همینجور معلق نگه دارید، اگر صلح کردن، آشتی کردن، بیارینشون بالا، و الا نه، من نمیخوام. اینه که رمضانهای ما رمضان نیست، اینه که حج و نمازهای ما اون ارزش رو نداره، اون ترقی رو نمیده، اون همت عالی رو در ما تولید نمیکنه، اون تولد واقعی شکل نمیگیره. طرف به اندازه ای که وزنش 3 برابر وزنش داره حقد و کینه به خودش بکسل کرده راه میبره. کجا داره میری؟ چطور داره راه میری؟ نه مقصر اون بود، نه اون شروع کرد، نه اون پر رو، این حرفا و این توجیهاتو بذار، نه توجیه نیست برادر من، خصوصا اگر با قوم خیش باشه، با خواهر و برادر باشه، با فرزند باشه، و یا نعوذ بالله با پدر و مادر باشه. این نصیحت برادر کوچکتون رو خوب گوش کن. مبادا با این تک گوشتهای متعفن حقد و کینه تو رمضان وارد میشه که به درد نمیخوره، بوی تعفن همه جا رو میگیره. یک کینه رو 7 سال با خودت داری راه میبری، بعد میگی چرا رمضانهای ما گناه ها رو نمیسوزه. یک کینه رو داری 30 سال بعد، یا الله اکبر. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کسی که با برادر و خواهر مسلمانش 3 روز بیشتر قهر باشه بمیره تو جهنم میره. بعد طرف رفته حج، طرف رفته خونه خدا، کجا داری میری تو آخه؟ تو اون مکان پاک این همه زباله رو کجا داری میبری؟ بعد حاجی صاحب توجیه میکنه، مولانا صاحب توجیه میکنه، جناب دکتر توجیه میکنه، مریض توجیه، هر کس حق به جانب منم، همه مقصره، نه من مشکل ندارم، مقصر اوست. این روزها میگذره، تو فکر نکن با بخشیدن او آزاد میشه، نه تو راحت میشه. بعضیا عجیبن، فکر میکنن اگر من ببخشمش خدا او رو ماره تو بهشت، همینجا حسودی میکنن، آقا تو ببخش خدا تو رو میبره بهشت.